سلام، به کانالتان خوش آمدید. بزرگتر فکر کنید و درآمد خود را افزایش دهد. اگر به دنبال رشد، موفقیت و انگیزه واقعی هستید، جای درستی آمده اید. پس اگر هنوز این کار را نکرده اید، دکمه سابسکرایب را بزنید. بیایید برای یک لحظه واقع بین باشیم. آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا برخی افراد حتی با وجود اینکه خیلی سخت کار می‌کنند، فقیر می‌مانند؟ امروز من 5 دلیل اصلی را که باعث می‌شوند مردم در فقر بمانند و مهمتر از آن اینکه چگونه می‌توانید اوضاع را تغییر دهید توضیح می‌دم. آماده اید؟ بزن بریم. دلیل اول، عدم آموزش و مهارت. قضیه این است که بیشتر مردم نمی‌توانند مشاغل بهتری پیدا کنند چون مهارت‌هایی را که دنیا واقعاً به آنها نیاز دارد ندارند. دنیای ما به سرعت در حال تغییر است و اگر دائما در حال یادگیری نباشید، عقب میمانید. خبر خوب، می توانید همین امروز یادگیری را شروع کنید. دوره‌های آنلاین، آموزش‌های یوتیوب، کتاب‌ها، همه اینها در دسترس است. تنها چیزی که جلوی شما را میگیرد، خودتان هستید. دلیل دوم، مدیریت ضعیف پول. گوش کنید. مهم نیست چقدر درآمد دارید اگر ندانید چگونه آن را حفظ کنید. ولخرجی، بدهی‌های بی‌معنی، هرگز پس‌انداز نکردن یا سرمایه گذاری نکردن. این عادت‌ها مردم را ورشکسته نگه می‌دارند. می‌خواهید این چرخه را بشکنید. شروع کنید به ردیابی اینکه پولتان کجا می‌رود. چیزهایی را که نیاز ندارید کم کنید و هر چیزی را برای آینده‌تان کنار بگذارید. حتی تغییرات کوچک هم جمع می‌شوند. دلیل سوم، تفکر منفی و باورهای محدود کننده. اگر مدام به خودتان بگویید من نمیتوانم یا پولدار شدن فقط شانس است، دارید قفس خودتان را میسازید. اولین قانون موفقیت، باور کنید که لیاقتش را دارید. آن باورهای قدیمی و خسته کننده را با باورهای جدیدی که واقعاً شما را بالا میبرند عوض کنید. به من اعتماد کنید. طرز فکر شما همه چیز است. دلیل چهارم، تنبلی و وابستگی. برخی افراد فقط منتظرند برای دولت، برای خانواده، برای اینکه شخص دیگری بیاید و آنها را نجات دهد. اما حقیقت این است، هیچ کس نمی آید. اگر تغییر می خواهید، باید بلند شوید و برای آن بجنگید. اقدام کنید، حتی اگر فقط یک قدم کوچک امروز باشد. و بالاخره دلیل پنجم، محیط سخت و شرایط بد. گاهی اوقات زندگی چالش‌های جدی را به سمت ما پرتاب می‌کند. شاید اقتصاد باشد، شاید فساد باشد، شاید فقط کمبود فرصت‌ها باشد. اما حتی در سخت‌ترین نقاط، افرادی هستند که بالا می‌روند. راز آنها چیست؟ تصمیم و تلاش. آنها انتخاب می‌کنند که تسلیم نشوند. پس بگذارید از شما بپرسم کدام یک از این دلایل در زندگی شما ظاهر می‌شود. زیر همین ویدیو کامنت بگذارید. میخواهم داستان شما را بدانم و فراموش نکنید که برای صحبت‌های واقعی‌تر و انگیزه بیشتر لایک و سابسکرایب کنید. به یاد داشته باشید آینده شما در دستان شماست. بیایید آن را خوب بسازیم.